مای موویز با افتخار تقدیم می کند. سلام، من الکس مک آلیستر هستم. به مرکز گزارش میکنم. ساعت 9 و من روی مریخم و دمای هوا منفی 40 درجه است. سرعت باد 5 گره و مقدار تابش زمینم سالانه 200 میلی سیورته. اعداد نهایی به زودی به دستتون خواهند رسید، اما در کل امروز در مریخ یک روز خیلی خوبه. تمام. این مریخه و این اولین کلونیه که روی مریخ قرار میگیره. وقتی من و برادرم کوچیک بودیم به ستاره ها خیره میشدیم و رویای روزی رو میدیدیم که فضا نورد بشیم و حالا اون روز رسیده. من برای نوشتن فصل بعدی داستان بشریت قراره به مریخ برم و با این به اونجا سفر خواهم کرد و این قراره خونه من باشه. اینجا کار میکنم، کشف میکنم، ازدواج میکنم، پیشرفت میکنم و میمیرم. قراره توی مریخ بمیرم. مورد عجیب فضایی. عزیزم اگه 2 دقیقه به اون گوشی زل نزنی هیچی. این مردمن که برام ضرر دارن. او بی خیال لیزی، من خیلی وقتی ندیدم. خب سرم شلوغ بود. اینجایی؟ Hi, Lizzie. Hi, Dad. Wash your hands first, Dad. Any sleep? دیوارا پایینن. خیلی زود باید آبیاری رو شروع کنم. وقت فروش رسیده. چی خودت گفتی یه خوشسالی در راهه؟ باید از اینجا بریم. نه، باید یکی کارا رو به عهده بگیره. میشه به اونم یه تلنگر بزنی؟ هوا صاف شده. سلام. تو بیرون بودی؟ هی ممنونم که اومدی. آخه به هر کاری واسه انجام دستورات غیر منطقی انجام میدم. یه درخواست. مامان تبدیلش کرد به دستور. من کاری نکردم. خب خوشحالم که از شهر که خیلی خیلی دوره الکساندر، عیبی نداره مامان، نشنیده میگیره. میخوای بهت پیام بدم؟ این یعنی میتونم برم؟ الیزابت، مامان اینقدر لوسش نکن. من لوسش من نمی‌کنم. میتونم شروع کنم؟ خیلی خوب باشه، شرمنده. بیا الیزابت. باش. بیا بشین. خیلی خوب. اومدم. بیا. خب من به یه دلیلی ازتون خواستم که بیاین اینجا. کمک میخواد؟ اوی مامان، شرمنده. تصمیم گرفتم که مهندسی رو ادامه ندم. خدایا نگو که میخوای رستوران بزنی. به مرحله بعدی رسیدم. مرحله بعدی چی؟ برنامه فضایی سفر به مریخ. این چی هست؟ یعنی میرم به مریخ دیگه. مریخ؟ همون سیاره؟ آره خودشه و یه سفر یه طرف هست. واسه همین میخواستم خیلی زود به همتون اینو بگم. ببخشید داری شوخی میکنی؟ نه من میرم به مریخ. با ناسا؟ نه، ناسا 20 سال دیگه این کارو میکنه. ما تا 10 سال دیگه میریم. به زودی تمریناتمو شروع میکنم، یعنی توی قرنطینه. واسه همین میخواستم قبلش یکم با هم دیگه اگه بشه خب وقت بگذرونیم. تو واقعا اینا رو باور میکنی؟ گروه فیلم برداری. چی؟
میخوان با هم مصاحبه کنن، میخوان با شما هم حرف بزنن. چی؟ بقیه خبر دارن؟ سلام، بفرمایید تو. من الکس. لیسا کسلر، شبکه خبری محلی شماره 5 NBC. وسایلمو کجا بذارم؟ اون ور توی حیاط پشت. سلام، نه لیسا کسلر. سلام. با اینجا خیلی قشنگه. خب عالیه. واقعا قشنگه. اینا داری. فکر کنم اینجا میشه یه تصویر خیلی خوب واسه فضای مجازی گرفت. تو نمیخوای کاری بکنی بابا؟ اون بزرگ شده لیزی. اون قاطی کرده. لیز، اون بعد از تصادف چند ماه توی اتاقش افتاده بود و حالا بالاخره تونسته بلند شه. میره بیرون. پس این واقعا مهمه. معلومه که مهمه. خب از کجا میدونی واقعی نیست؟ این یه شرکت خصوصی و اسم و رسم داره. واسه رفتن به مریخ؟ اصلا میدونی هزینه‌اش چقدر میشه؟ چه فناوری واسش لازم داره؟ خب نه، اما خودش میدونه و هیجان زده و خوشحاله. بابا برمیگردم سر کار. باید بذاری الکس این کارو بکنه. چرا؟ چون از هر چیزی که صبح سخت بلندش کنه حمایت میکنی. همگی ازش حمایت میکنی. مامان، مردم چه فکری راجبمون میکنن؟ خب پدرت ازش میخواد اسمی از مزرعه نبره لیزی. مامان فکر کنم یکم واسه این کار دیر شده. پس چرا کمکش نمیکنی؟ هی، اینا یه عکس از بچگی میخوان. من قرار بود توی تعطیلات باشم. فکر میکنین اینا خوب باشن؟ نه، اون یکی نه. ببین، هر درخواست مصاحبه یا با من در میون میذاری، حتی به گفتن یک کلمه بدون تایید من فکرم نمی کنی، باشه؟ من نیازی به مشاوره الکس ندارم. بذار کمکت کنه. خیلی خوب الکس. سلام، لیز هستم از شرکت بیلی و شرکا. این سالتو بررسی کنیم. باشه عالیه. خیلی خوب. 3 تو بیا 5. صبح بخیر الکس. صبح بخیر دوستان. سلام. ایست. سلاحتو بنداز و دستاتو بالا بگیر. گفت تفنگتو بنداز و دستاتو بگی بالا. من یه شهروند عادیم. زود باش اسمتو بگو. الکساندر مک آلیستر. کارت چیه؟ بردن آذوقه دیگه. رد میشه. بس کنیم بچه بلک. ببینم اینا قارچن؟ به هم دیگه قارچ پرت میکنی؟ نه میدونی من. خیلی خوب. ببینم حالا چی داری؟ راستش قارچای خیلی کوچولوه. خیلی خوب باشه بابا، فهمیدم. خیلی عادیه. نه منظورم این نبود. اونا خب میدونی فقط اونا کوچیکن. بدجور خراب کرد. بهتون خوش میگذره آقایون؟ هنوز یه دونه روی سرت مونده اینجا. ببخشید. بزنم برش میدارم. خیلی خوب. ممنون. خب تو میدونی که بچه ها اون بالان دیگه، درسته؟ من واقعا؟ چون من فقط افراد نظامی خیلی حرفه‌ای اونجا میبینم. خوب بود. ممنونم بلیک. باید بگی فرماندهی پسر جون. باشه. الان نشستی من چی بگم؟ داهیا پیناتا از کدوم خانواده است؟ کاسنیا. آره. و کدوم علفا عضو همون خانواده هستن الکس؟ این کارو نمی کنم بابا. سلام، چه خبر فرزا نفر؟ سلام، چطوری تونستی بری؟ معلومه الان تو راهیم داداش. کاش همین فردا بود. ما اولین نفراتیم. کنفرانس مطبوعاتی رو دیدی؟ گفتن حتی میتونیم از اون بالا مسابقات فوتبال هم نگاه من کنیم. الانشم فوتبال نگاه نمیکنه. خب وقتی بریم مریخ نگاه میکنی باور کن عاشقش میشی. هی هنوز خبری از محل تمرینا نشده؟ نه اما من هنوزم میگم قطب شماله، نزدیکترین شرایط رو به مریخ داره. اصلا نمیتونم صبر کنم. خیلی خوب تمام. میبینمت.
بگیرش. 3 تا دیگه مونده. دیمیتری میشه کمکم کنی؟ بالاخره وقت درخشش منی. خب ازت میخوام که اینو اینجا نگه داری. باید اینو درست کنم. خیلی خوب. این چه دستگاهیه؟ خب راستش قراره با خاک مریخ دونه ها توش جوونه بزنه. برای خاک مریخ الان حاصل خیز نیست؟ منم میخوام همینو حل کنه. زمستون روسیه هم همینطوریه، هیچ محصولی توش رشد نمیکنه، ولی خب زندگی یه جوری راهشو پیدا میکنه دیگه. این دیالوگ فیلم پارک ژوراسیکه. یه جمله قدیمی روسیه. نه آره مال پارک ژوراسیکه. آره. وای پسر اصلا کار نمیکنه و صورت منم سوسو. واسه فضا تمرین خوبیه نه؟ وقتی به خاطر تصادفی باز کردن یه پنجره تجزیه بشی هم همینطوری میشه. هنوز لازمت دارم دیمیتری. باشه من برم. حالا نوبت میرسه به اخبار فضایی که هرچی ازش بشنویم کمه. شرکتی خصوصی که قرار مأموریتی به مریخ داشته باشه نامزدای نهایی سفر به این سیاره رو اعلام کرد. همینطوره استیو. هدف کاملا جاه طلبانه و شاید غیر ممکنه این برنامه بردن انسان‌ها به مریخ، اونم در سال 2028. چندین دهه زودتر از ناسا، اسپیس ایکس و ویرجین گالاکتیک بر این باورن که میتونن با سفری یک طرفه این ماموریت رو به انجام برسونن و با این کار آذوقه های مورد نیاز واسه برگشت رو نصف کنن. پس یعنی برگشتی در کار نیست، درسته؟ معلومه که نه. افراد منتخب با دوستا و خانواده و زندگیشون تو زمین برای همیشه خدافظی میکنن. امیدوارم همکارای خوبی واسه هم باشن. منم همینطور. چه کسی داوطلب رفتن به مکانی غیر قابل سکونت میشه که جو و دماش در یک آن میتونه باعث مرگ آدم بشه؟ برای مثال الکس مکالیستر که باش مصاحبه ای داشتم. الکس واقعا قصد داری برای همیشه از زمین بری؟ بله بدون لحظه تردید. خیلی هیجان زدم لیزا. اما بهش فکر کردی که داری چی رو فدا میکنی؟ فکر کنم داری تمام زندگی تو فداش میکنی. خب فکر کنم بعضیا اینو فدا کردن زندگی بدونن، اما خب به نظر من انتخاب یه زندگی جدید. He's in a cult. No. If you have kids up there, are they Martians? You know, I suppose they would be. وای خیلی جالب میشه. دقیقاً درسته. دیشب توی اخبار دیدمت. خب چطور بود؟ خوب بود نه؟ حمله. زود باش تکون بخور شهرم. فکر کنم الان دیگه آماده پروازی. برو که بریم. با این صفیه. آقای مکالیستر. معذرت میخوام. پس اینطوری به مردم خوش آمد میگی؟ فقط میخواستم یه تاثیر خوب بذارم. خیلی خوب. من دیزیم و قرار بیمت رو ردیف کنم. باشه. مایک کجاست؟ از من خواست که باید کار کنم. مشکلی که نداری؟ نه اصلا مشکلی نیست. خب گوره بابای مارک. اون عمومه. اون حرفی ازت نزده بود. حتما خیلی بابتم شرمش داره. چی کار میتونم برات بکنم آقای مکالیستر؟ لطفاً بهم بگین الکس. من یه بیمه عمر میخوام اگه امکانش باشه. اون وقت دلیلش چیه؟ دارم میرم مریخ. خیلی خوب. پس به الگوهای بین سیاره ایمون نیاز داریم. آره؟ عالیه. مریخ؟ آره. چطوری؟ برنامه فضایی مأموریت به مریخ. باشه. وای خیلی خوب. مریخ. راستش الگویی براش نداریم، اما میتونیم با فرم استانداردمون شروع کنیم. خیلی خوب. چرا میخوای بری اونجا؟ هیچ کس تا حالا اینو ازم نپرسیده بود. ولی من میپرسم. خب چون مریخه. خب
و ما هیچی درباره جهان نمیدونیم و از اینجا نمیشه چیزی بفهمیم. پس باید سفر کنیم. اگه به مریخ بریم شاید چند تایی جواب پیدا کنیم. میدونم به نظر دیوونگی میاد، اما راه رفتن روی ماه هم تا قبل عملی شدن به نظر غیر ممکن بود. هرچی که میدونیم، هرچی که باعث میدونیم بزرگی ما میشه، یه زمانی دیوونگی بود. وقتی اینطوری میگی به نظر دیوونگی نمیاد. و خب این که مدت زیادی هم نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. باید بریم سراغ گزینه‌های دیگه. کاملا این سیاره رو نابود کردیم. برگشتیم به واقعیت تلخ. تو تازه اومد اینجا؟ اینجا یه شهر کوچیکه. آره تازه اومدم. چرا؟ خب گاهی وقتا بیدار میشی و دلت میخواد مأمور بیمه بشی و واسه رسیدن به این رویا هر کاری انجام میدی. در واقع میخواستم شناگر بشم. خب چی شد؟ کلی آدم دیگه هم اینو میخواستن. من یه شناگر خیلی افتضاح. پس حداقل من شکستت میدم. اگه ایرادی نداشته باشه چند تا سوال دیگه هم ازت دارم. خب باشه. امشب برنامه ای داری؟ راجع به ترکیبات خاک مریخ مطالعه میکنم. منم همینطور. شوخی کردم. میخوام فیلم ببینم. آری شده، پس شب آرومی داشته باشی. هی چطور پیش رفت؟ ببینم حرفاش جدیه. اون همیشه یکم عجیب و غریبه. ببین اگه مزخرف باشه نمیتونیم بیمش کنیم، اما خانواده‌اش چند نسله که بخشی از این جامعه و راست شخیرا شرایط سختی داشتن. انجام این کارو ما بهشون مدیونیم. میدونم بخشی از کار تو نیست، اما خب تو فکر میکنی که نه انجامش میدم. جدی؟ آره. باشه وقت بخیر. وقت تو هم بخیر. میگه هر وقت اسمشو بگی از بین شله ها میگذره و میاد به سمت تو و اینطوری تو به آرامش میرسی. به خاطر گفتن اسمش به آرامش میرسی. و آتیش، این دوتا با هم دیگه، آتیش و آرامش. این همون دختر است. وای اینجا خیلی قشنگه. بله. سلام. سلام. او فکر کنم پیدا پس تو یه گلخونه زندگی میکنی؟ میکنی؟ همه جا پر از گله. و آفتاب گردون؟ نه آفتاب گردون علفه. که اینطور؟ خب شرمنده که یه دفعه اومدم. چند تا سوال دیگه داشتم و شماره تلفنتو ننوشته بودی. من گوشی ندارم. بخشی از آماده سازی واسه قرنطینه است. آره درسته، قرنطینه. خب میتونم یه قانونی بنویسم، اما چون این یه موقعیت خیلی خاصه چند تا جزئیات دیگه لازمه تا بتونم یه طرح کامل بنویسم. باشه. راستش الان دارم میرم جایی و خب میدونی دیرم هم شده. خب باشه. فقط یه تمرین محلی کمک‌های اولیه توی مدرسه است. دیمیتری معمولا درباره این قضیه بهم امشب نمیتونم، سرم خیلی شلوغه. اینجا کلی کار دارم. اما تو میتونی بیای؟ یعنی خب اگه بخوای احتمالاً جواب چند تا سوالاتم بتونم بدم. کمک‌های اولیه واسه فضا؟
الان چیزای ساده شد، اما بعداً همه چیزو کامل بهمون آموزش میدن. جالبه. اما الان دیگه باید برم. خب باشه فهمیدم، باشه برو. خیلی خب، ممنونم. Yeah. God, sorry. Oh. I gotta take these to the Yeah, fridge. take your time. All right, CPR warriors. Picture this. Your cousin has jumped into the pool, can't swim, and is now drowning. You must resuscitate her. Begin. And for you, Alex, Daisy here has taken her helmet off for too long. Oh, she'd be dead instantly. Why? Because there's very little oxygen. Well, let's say there is oxygen. If there isn't, she'd be dead. Then say she fell into a pool too, but the pool is on Mars. Resuscitate her. All right, everyone, remember, CPR. Am I supposed to be drowning? Okay. I'm so sorry. I did not realize we were doing CPR tonight. Sure you didn't. Watch the angle of the neck. Alex, she's dying. Save her. Now. And I do the thing with the mouth. That's great. That makes sense. Okay. And then this part. Okay. Oh, you're doing it wrong. How about I just show you? Yeah. Okay. Yeah. I was a swimmer. Remember? Right. Yep. You're all doing great. Just another 2 minutes to go. Bravo, Daisy. After surviving a near drowning, she has pulled Alex from the water and now saved his life. Is this an art room? Sorry. I thought we'd be tying bandages or something. Yeah, you said that already twice. Oh, there are some real Picassos in here. This is my favorite subject. Nice. Really? I thought it'd be more quantitative. ریاضی فیزیک؟ خب اشتباه برداشت نکن، توی اونام خوب بودم. خیلی خوب. هنوز شنا میکنی؟ خب نه. اما زندگیت بود که. آره ولی حالا نیست. خب دونستن این که روی یه صخره زندگی میکنیم که توی فضا شناوره و زندگی بی معنیمون هر لحظه ممکنه تموم بشه همیشه مفیده. باعث میشه شبا گرمم بشه. شرمنده. هفته بعد قراره اینجا واسه بچه‌ها حرف بزنم. راجع به فضا؟ منم میتونم بیام. چرا؟ شاید میخوام راجع به زندگی بی‌معنیم بیشتر بدونم. باشه. آره پس تو که حتما باید بیای. آره. اون فقط مسئول بیمه منه. یه زن به اسم مارتا مسئول بیمه منه. تا حالا شنیدی ازش حرف بزنم؟ نه. آره واسه اینه که مارتا خیلی عتیق است و طوری لباس میپوشه که انگار تو تایتانیک مرده. باید از این فرصتایی که پیش میاد استفاده کنی. همچین چیزی نیست کارتیز. خب یه کاری کن باشه. نه نذار کالین این کارو بکنه. اون ممکنه همه چیزو. خیلی خوب امشب یه چیزی تایپ میکنم و تو هم میگی کار خودت بوده چون نمیخوام اون حسابو از دست بدم. خیلی خوب. گیتار اینجا چیکار میکنه؟ من ازش خواستم مزرعه رو ارزیابی کنه. از من که من ببرش بیرون. بعد از انجام کارش. باید گفتم اینجا رو نمیفروشم.
آره میدونم، به نظرم باید تجدید نظر کنی بابا. خب اینجا مزرعه تو نیست الیزابت، پس میگیریشم با تو نیست. بابا نمیتونی اینطوری ادامه بدی، خیلی از خودت کار میکشی، نمیبینی؟ حالم خوبه، دیمیتری رو دارم. واقعا اون کافی نیست. الکس کمک میکنه. فقط وقتی وانمود نمیکنه سوار فضاپیما شده. مامان حتی نمیتونه یه دسته گل بچینه. سودتون از سرای گل چقدره؟ این قابل تحمل نیست. باید بازنشسته بشی بابا. وقتی مزرعه رو تحویل بدم بازنشسته خب میشم. تحویل به کی؟ ببین میدونم قبلا یه نقشه داشتی اما دیگه هیچ وارثی نداری. یه نقشه جدید نیاز داری. شاید دیدن چند تا مشاور کمک کنه. مسئله پول نیست لیزی. خب تو که قرار نیست امپراتوری بیزانس رو به یکی دیگه بدی. خب فقط یه مشت گلن، هیچ کاری نمیکنن، اصلا مهم نیستن. متاسفانه باید بگم هیچ تفاهمی با هم نداریم. اصلا چطوری میتونی اینجا بمونی؟ اون همه جا هست. نمیفروشمش. دست یه توسعه دهنده میافته با اگه این روش ادامه پیدا کنه هیچ مزرعه‌ای باقی نمیمونه. اون وقت مجبوریم از اون سر دنیا واردشون کنیم. نه لیزی، ما باید مزرعه‌مون رو حفظ کنیم. اینجا مال ماست، گوشه کوچیک ما از این دنیاست و من بیخیالش نمیشم. پیتر رو رد کن بره، قیمتش هم به من نشون نده. برای 210 روز قراره با این به اینجا سفر کنم و بعد اینجا میشه خونه من. اینجا کار میکنم، کشف میکنم، ازدواج میکنم، پیشرفت میکنم و میمیرم. قراره توی مریخ بمیرم. میگم این واسه بچه ها نیست؟ آره. آخرش هم تو باید بمیری. آره؟ خب آخرش واقعا همینه دیگه. اما میخوای اینو به سال اولیا بگی واقعا؟ سال دومه. شاید بهتره از ماجراجویی‌های فضایی بگی، مثل پیدا کردن فضایی‌ها یا مسابقه با سفینه هاشون. بسکتبال بازی کردن. فیلم هرج و مرج فضاییه. راست میگی، ولی فکر نکنم اینا رو درکش کنن. اما اون واقعی نیست دیمیتری. البته اینم هنوز واقعی نیست الکس، اما واقعی میشه. فرقشون دقیقاً همینه. بذار دوباره ببینمشون. پس دارن تو رو به مریخ میفرستن، اما فقط نظر پزشکی من براشون مهمه. من معمولا واسه این ناسا کار نمی کنم. خب شما تایید شدین. چطور؟ من آنفولانزا و خارش بدن بچه ها رو درمان میکنم. تو دکتری لازم داری که از این چیزا روی میزش نباشه. خب ببینم شما از کجا میدونین که توی ناسا همچین چیزایی نباشه؟ میشه حد زد. خیلی خوب، معاینه فیزیکی عادی رو انجام میدم. عالیه. خب این که خیلی راحته. الان که مریض نیستی؟ نه. باز کن. حالا ببند. الکل یا مواد مصرف میکنی؟ میدونی حتی آزمایش سنم نخواستن. این یه آزمایش خیلی مهم حساب میشه. مطمئنم قبل از رفتن حتما این آزمایش هم ازم میگیرن. مفاصلت هم مناسب سفر فضایی. عالیه. اما توی 10 سال ممکنه اوضاع فرق کنه. درسته. خب من طوریم نمیشه، به خودم خیلی میرسم. اوضاع روانی چطوره؟ خیلی خوبه. نه تصمیمش با خودت نیست، فقط بگو چه حسی داری. مرکه. میخوای واسه تاییدش پیش روانشناس بری؟ نه. پس اصلا میخوای فرم سلامت روانت هم امضا کنم، درسته؟ بله. خیلی خوبه که حمایتش میخوام مطمئن بشم حرف بی ربطی نزنه. این بی مسئولیتیه. اونا بچه بهشون که نمیگه تک شاخا وجود داره لیزی. درست به موقع اومد. خیلی بهت افتخار میکنم، این کاری که میکنی واقعا خوبه، حرف نداره. هنوز تو تعطیلاتی؟ خب یه وقتایی همکارای پستت ازش به عنوان یه فرصت استفاده میکنن تا حساب به تو دستکاری کنن. خیلی خب، من وقتی پیش مشتریام بهشون میگم که به داستان بچسبن و داستان تو فضاست، نه توی یه فضا بودن خودت، چون این فرضیه.
فقط فضا. اما من میرم به فضا. فکر میکنی میتونیم الان فقط به چیزی که واقعیت داره بچسبیم؟ واسه این کارا بهت پول میدی؟ میشه فقط حقایق رو یادشون بدی. هر وقت تاریخ اعزام دقیقت مشخص شد میتونی برگردی و راجع به مأموریتت براشون حرف بزنی. باشه حتما. به چی نگاه میکنی؟ خب شاید یکی بیاد. آره خب راه رو برای همینه دیگه. نه یکی که دعوت کردم. تمرکز کن. خیلی خب، شنیدم که دارین درباره منظومه شمسی یاد میگیرین. خوبم گرفت. هیچ سیاره محبوبی ندارین؟ خب این چطوره؟ همه بلند شین. خیلی خب، میخوام بشینین اون بر. خیلی خب، بسیار خب. خیلی خوب. بلیک تو برو وسط اتاق وایسا. تو قراره خورشید باشی، یعنی مرکز منظومه شمسی ما. همه دور تو میچرخن. سلام، میشه نزدیک بلیک وایسی؟ خیلی خوب، تو قراره عطارد باشی. فقط 88 روز زمان میبره که دور بلیک بچرخی باشه. پس قراره یکم تند حرکت کنی اینطوری. دیدی؟ فقط 88 روز؟ خب کی میخواد زهره باشه؟ من تو؟ آفرین، بلند شو. خیلی خب، تو میشی دومین سیاره نزدیک به خورشید و درخشان ترینش. خیلی خب، تو قراره اینطوری دورش بچرخی. حالا کی میخواد زمین باشه؟ من. خیلی خب، هر بار که تو دور بلیک میچرخی 1 سال کامل طول میکشه. لوی، تو ماه میشی باشه؟ تو قراره دور زمین بچرخی. حالا برو. عالی شد. مریخ 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 مریخ. خیلی خب، مریخ جاییه که در آینده توش زندگی میکنی. خیلی خب، پس برو. هنوز سرتون گیج نرفته؟ نه. بقیه هم میشه بیاین و کنار سیاره همون وایسین. شما قرار ستاره های کهکشان راه شیری باشین. چندین میلیارد از شما وجود داره بچه ها. پس تصور کنید که چقدر میتونه بزرگ باشه. و این منظومه شمسیه. سلام. خیلی خوب، توی کهکشان راه شیری 100 میلیارد ستاره وجود داره و توی کل جهان هم شاید 10 تریلیون کهکشان وجود داشته باشه. اگه اینو ضرب در 100 میلیارد بکنی احتمالاً میشه حد زد که تعداد کل ستاره ها چقدره. چقدر میشه؟ میشه یه دونه 1 با 24 تا صفر بعدش. ما اشتباهاً فکر میکنیم که جهان مال ماست، اما خب اینطور نیست. خیلی خوب، یه قانون جدید. هر باری که بگی زندگی ما چقدر بی‌معنیه، من باید یه نوشیدنی دیگه بخورم و تو هم باید همراهی میکنی. باشه. بجون. نه. وای خدای بزرگ، درسته میدونم. یعنی خب یادم بود. دیز. نه. دیدی؟ حرفش هم نزن. ببین، میدونم دیزی اسم خیلی سختیه. مربیم قبلا منو زی صدا میکرد، یا دیزی تنبل، مخصوصا وقتی نمیتونستم به رکوردم برسم. البته یکم ناراحت میشدم. حتما خیلی دلتنگشی، درست میگم؟ شنا کردن؟ آره خب، هدف اصلیم بود، ولی راستش حالا نمیدونم به کجا تعلق دارم. نمیدونم با روزم باید چی کار کنم، یا حتی رو این سیاره چی کار میکنم. نمیدونم با دستام چی کار کنم. اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. هیچ کس فقط توی یه چیز خوب نیست. آره، کار توی کمک‌های اولیم، اما تو عاشقش نیستی، درست میگم؟ وای خدای من، مریخیه. چی؟ لقب تو میگم. یه چیزیه که خیلی تابلوه اما واقعا خوبه. باشه، اما خب لقب واقعی این نیست. چیه؟
الکساندر کبیر. واقعا؟ آره، اسم ما رو از روی شخصیت‌های تاریخی گذاشتن. الیزابت، توماس، الکساندر. یعنی فاتح، ملکه و مخترع. آره؟ البته این چیزی نیست که بهش افتخار بکنی. اوه نه بابا، اصلا اون فقط وقتی 32 ساله بود نصف دنیا رو فتح کرده. پس تو هنوز وقت داری، چون که اون به مریخ نرفت، درسته؟ خب حتی به ذهنشون هم نمیرسید که سیاره های دیگه ای هم وجود داشته باشن. خیلی یعنی خوب، نمیشه که با اون طوفان شروع شد. مجبور نیستی منو تا خونه برسونی. نه من که از بارون نمیترسم. نه خودم میرم. همین یه بارم کافی بود. حداقل تو مریخ لازم نیست نگران بارون باشی. نه فقط شراره‌های خورشیدی ان که طوفان‌های 100 ساله ایجاد میکنن، چیز خاصی نیستن. خیلی خوب، وقتی گفتم نمیخوام با هم تا خونه بیای جدی گفتم. خیلی نزدیکه. ولی اینجا هنوز تکمیل نشده. قدیمیه و مایک داره تعمیرش میکنه. خب شب آرومی داشته باشی. با مزه بود. خب من Bedroom. What? Bedroom. Wait. Come here. Through the door, you barbarian. Is this okay? Yeah. That was the first rain we've had in a month. Great. Have you looked into this Mars company? If you're gonna follow me around, at least help. Well, if you're gonna refuse to sell, at least prepare for the drought. How am I supposed to do that? For one, switch to drought-resistant varieties. Get a more efficient irrigation system. And next year, only irrigate half the land. Half the land, half the profits. Yeah, well, you're losing half the crops regardless, if you don't have enough water, which you won't. Oh, it's a bad time to invest in drip irrigation. راستش چون هنوز محصول ذخیره داریم وقت خوبیه. فکر میکنی این قضیه مریخ ممکنه کلاهبرداری تو باشه؟ چی فکر میکنی؟ باید یه چیزی نشونت بدم. بیا. چقدر وقت صرف این میکنی؟ چند ساعت؟ میدونی این چیه دیگه نه؟ یه نسخه خیلی پیچیده از دستگاهیه که سالی که بارندگی خیلی بد بود واسه یه جشنواره علمی ساختن. خدایا بابا چی کار کنیم؟ اون داره بیخیال کارش میشه، داره واسه یه سیاره دیگه دستگاه میسازه، اون داره تمام پولاشو خرج این میکنه. رفته بود پیش دکتر اولسن. چی؟ واسه چی؟ معاینه واسه فضا. خیلی خب، پس دکتر میدونه که اون دیوونه است، باید بریم دیدنش، شاید بتونه کمک کنه. ببین میدونم الان به نظر بی ضرر میاد، اما اگه ادامه داشته باشه چی؟ اگه بتونیم کمک کنیم و کاری نکنیم چی؟ نمیتونی به مادرت بگی. ماشین حاضر میکنم.
رازداری بین دکتر و بیمار دقیقاً همون چیزیه که به نظر میاد. یکی فرق داره. بس الکسه که یه بیماره. قبلا راجبش بهم گفتی. آره وقتی بچه بود. میدونم برخلاف پروتکله. برخلاف قانونه. خب ما نگرانیم. دلیل نمیشه من قانون شکنی کنم. من که جایی نمیرم. اگه یکی از اینا رو بشکنم چی؟ سیستم ایمنی بدنتون کاملا فعاله؟ بعضی شبا هنوزم صدای جیغت بابت واکسن سرخک رو میشنم. خیلی خوب. اطلاعاتو به ما بده تا بذارم به هم واکسن کوزاس بزنی. لیزی برادر دیوونه نیست. احتمالاً یه مقداری توهم داره، اما خودت هم یه زمانی فکر میکردی که یه جادوگری. 10 سالم بود. این خطرناکه. نه خطرناک نیست. تا الان فقط توی یه دنیای خیالی زندگی میکنه. مهم اینه که بهش یه هدف داده. داشتن یه کارم باعث این نمیشه؟ میدونی چقدر نابغه بیکار داریم؟ بیشتر از اونی که فکر کنی. تو یه پسر خیلی خیلی باهوش داری جف. کنار اومدن با این نوعش معمولاً خیلی سخته. شاید بهتر باشه که همین کارو بکنه. خیلی خوب. این که در مورد فضا حرف میزنه چی؟ اون و تام عشق فضا بودن. مطمئنم اینم یه نقشی داره. اما تو میخوای من بهش چی بگم؟ اون اصلا بهم گوش میده؟ هممون یه حواس پرتیایی داریم. تو از وقتی اومدی اینجا 10 بار به اون گوشی نگاه کرد. رفتی پیش مشاوری که بهت پیشنهاد دادم؟ نه وقت این کارا رو ندارم. معلومه که وقت نداری. خیلی خوب. تکون نخور. خیلی خوب جنگجوی یا قلبی. سلام. میخوایم شروع کنیم. من فقط عالیه. خوبه بذارش اینجا. یواشکی از خونه زدم بیرون. خب زنی که چند بار باش بیرون رفتی نمیخواد باهات حرف بزنه. در واقع مأمور بیمه‌ای که برات کار میکنه اومده. باشه. یه اتفاقی افتاد. یادمه. هیچ معنایی نداشت. نه خب ما تو حال خودمون نبودیم. آره. سر جاهاتون وایسین ناجیا. Let's go, people. Heimlich maneuver. What are we doing? The Heimlich maneuver. No, I mean you and me. I figured we could be friends. Really? Okay. I didn't think you'd want to. Why? Because you're odd? Because I'm leaving the planet. Oh, I don't mind that. Okay, sure. Patience. Begin choking. God, I wasn't paying attention. Lifesavers? Go on. Start your saving. You're not gonna show me how to do it. You're on your own, kid. Talk to me. Come on! Yesterday, you were 28 seconds faster. So you know, I completely regret this. Now they're fair competitiveness. What do you think this is? Oh my god. Coming in for landing. Wow. Hey, here he is. نمیدونستم از این کارو بلدی. خیلی خوب بود. ممنون. یا کمک کن اینو تو زمین گلای کوکب نصب کنم یا اینکه تا ابد دشمنم میشی. واسه سیستم آبگیری قطره‌ایه. بابات هم نمیدونه میخوای نصبش کنی. آره درسته. Okay, yes, I'm more scared of you. Good choice. باشه از تو بیشتر میترسه. انتخاب خوبیه. خب اینجا یه جور جنگل جادویی نیست، یعنی توش پری وجود نداره. اما اکثر پریا امروز میان بیرون. به جام داریم میرسیم. رابطت با خانوادت چطوره؟ قبلا با هم بهتر بودیم. منم همینطور. مال تو چی؟ یه تصادف رخ داد.
خب خیلی وقت پیش نبود که اینجوری شد. برادرم جون منو نجات داد. ظاهراً داشتن برادر بزرگ خیلی خوبه. آره خیلی خوب بود. حالت خوبه؟ آره خوبم. فقط خیلی گرممه. خب ببینم این خانواده حشره حالا کجا هستن؟ هنوز جمع نشدن. دیجی دیر کرده، میدونی که چطوریه. آی ببینم کشتیش؟ نه. پس چی شد؟ نمیدونم. سب کن. حالش خوبه؟ نه اینکه همون قبلی نیست. وای نگاهش کن. الان داری بابت روشن شدن باسن یه حشره شد. Oh, come on. So are you. No, I'm not. Yes, you are. Watch them pretty butts. چطور میتونی بی خیال همه این چیزا بشی؟ مای موویز. بهش میگیم بیشهزار مریخ. نه ما همچین کاری نمی کنیم. این به نظر خوبه. خب بگذاریم دنیا در آینده وقتی گرمتر و خوشتر بشه قراره اینطوری کار کنه. مزارع زیرزمینی خودکار. الان هم یه دونه از اینا توی لندن مشغول به کاره. من فقط باید بفهمم چطوری کار میکنه. رو مریخ. دقیقاً. ایستگاه فضایی بین المللی چند تا دونه پرورش داده. خب چند تاش هم حتی توی ماه جوونه زده. پس من فقط باید نبود جو و جاذبه و تشعشعات رو حساب کنم. از این جور میتونی اینو بدی به ناسا. دارم جدی میگم الکس. میتونه به اسم تو ثبت شه. اینا فقط دونه. این برای ادامه بقاست. میتونی اینو بفرستی به سازمان فضایی رودایلند تا بهت یه بودجه و یه گروه و همه چیز بدن. خوب فکر نمی کنم واسه این کار آماده باشه. احتمالاً بعداً به دردشون بخوره. این واقعا محشره. دیمیتری میشه لطفاً سیب زمینی ها رو بگیری؟ بله. تو روسیه بهشون میگیم کارتوفل. چه زبان قشنگی. آره کلمه سیب زمینی خیلی هم باعث افتخاره واقعا. پس میتونی کارتوفل رو بگیری و لیزی؟ مامان الیزابت. مامان من دارم کار میکنم. لطفا بشقابا رو بگیر. ممنون. پس لطفا خواهش میکنم بیا به هم کمک کن. باش رفیق. خب این آخرش خوبه. چی؟ اون 2 نفر. اینکه پوتین یه پناهگاه حیات وحش را بندازه امکانش بیشتره. نمیدونم. دیمیتری خیلی جذابه. سیب زمینی رو به یه زبون دیگه گفت. جذاب بود. پاتاتا. چی؟ سیب زمینی به زبون اسپانیایی. نگاه کن اصلا سیب زمینی ها رو نبردن. Grab those, please. Yeah. Okay, I'll grab the patatas. Okay, what can I do? یکم دیرتر می اومدی عزیزم. لطفا لوبیا ها رو با خودت بردار بیار. اون پیراهن از کجا گرفتی؟ فکر کنم از ارتش رهایی بخش گرفتمش. خیلی ارزون بود. خب اما پوشیدی؟ جنسش هم خیلی خوبه. مری؟ خب خیلی کار انجام شده. یعنی یه سری دیزی تو عادی به نظر میای. آره تقریبا. چطوری الکس رو تحمل میکنی؟ لیزی من بدتر از اونم دیدم. ممنونم. تو که یه جور خبرنگاری چیزی نیستی نه؟ تو چی؟
پرونده یه جاسوس انگلیسی رو خوندم که همه چیو به یه خبرنگار که خودشو دوستش جا زده بود لو داد. دیزی میفهمی دیگه؟ آره هیچ عیبی نداره، اما من خبرنگار نیستم. البته دست به سینه بودن یه جور حرکت دفاعیه. الیزابت وقتی اینطوری بازجویی میکنی معلومه حالت دفاعی فقط دارم از برادرم مراقبت میکنم. نه تو داری از خودت مراقبت میکنی. خیلی خوب الکساندر الیزابت بسه. خیلی خوب کافیه. در مورد اسمشون شنیدم خانم مکالیستر، واقعا بهشون میاد؟ نه نمیاد. خب تو یه شرکت رو اداره میکنی، الکس هم میخواد فضا رو فتح کنه، بهتون میاد؟ امیدوارم که اینطوری باشه. دوران بارداریم کلن سرم توی کتابو. خب اون میخواد بگه که یه لحظه درست شبیه چنگیز خان شدی. و تام چی؟ اونم مثل یه مخترع بود؟ ببخشید، نباید راجبش چیزی میگفتم. دیزی نظرت راجب لوبیا همون چیه عزیزم؟ واقعا خیلی خوب بودن. واقعا دستور پختشون رو دیمیتری از روسیه آورد. مامان فقط روشون فلفل ریختیم، چیز خاصی نیست. خب شایدم هست. امروز میتونیم یه دسته دیگرم تموم کنیم. وقت کافی داریم. خوبه که از کار مسائل لذت میبری. آره خوبه. میدونی خیلی نمیتونم اینجا رو اداره کنم، اما میخوام بسپارمش به دست یه آدم مناسب. داشتم فکر میکردم بدمش به تو. میدونی که راحت نیست، با این هوا سخت‌تره، اما فکر کنم ارزششو داره. میتونی روی زمین کار کنی یا بخشی از اون باشی. من دارم میرم مریخ بابا. واقع گرا باش. من کاملا واقع گرم. خب میدونی فکر کردم بهتره بهت یه هدف بدم. من خودم هدف دارم. من تام نیستم بابا. پس اصلا بهش فکر نمی کنی؟ خب نه، خب میدونی با عقل جور در نمیاد. وقتی قراره به زودی برم زمان جفتمون الکی هدر میره. ولی واقعا که نمیری الکس. چرا میخوام برم؟ ولی من این مزرعه رو بهت میدم. من نمیخوامش. میرم استراحت کنم. الکس مکالیستر؟ مارک جانسون هم از ویکفورد تایمز. چند تا سال راجع به ماموریت مریخ دارم. برای مصاحبه باید بریم پیش الیزابت. میخوام با گزارش‌های جدید ثابت کنم کلاهبرداری. این کلاهبرداری نیست، کاملا واقعی. ببین الکس، فقط میخوام داستان تو رو بشنوم. میتونیم مصاحبه کنیم؟ تا حالا بهت گفته چطور انتخاب شده؟ مصاحبه تو اسکایپ. این به نظرت معتبره؟ ببین نمیخوام وقت زیادی رو صرف این یکی کنی. خب گوش کن، کلی مشتری دیگه اون بیرون داریم که یکی از یکی عادی ترن، میتونیم به اونا برسیم. چرا حس میکنم در مورد مشتری حرف نمیزنی؟ خب اون همیشه یه پسر خوب بوده اما هیچ وقت عادی نبود. نمیدونم رابطت باهاش چطوره، اما فکر نکنم بهترین انتخاب باشه. شنیدم. فکر میکردم اون. صبح بخیر آقایون. سلام. پسرت رفته تو روزنامه شف. جدی؟ آره.
خوبه که میبینم میخنده. اون مریخی دوست داشتنیمونه. نگهش دار. انگار خوشحال نبود. شرمنده جیف. سعی کردم بندازمشون دور اما برت از سطل آشغال برشون داشت. تقصیر تو نیست. تو داری از خودت یه احمق میسازی. از همه ی خانواده. الکس به خبرنگارا حرف زدی؟ قول داده بودی بفرستیشون سراغ من. اون گفت کل این پروژه کلاهبرداری اصلا مجبور نتونستی شدم نظرشو عوض کنی. توی اینترنت اسم مزرعمون آورده، اسم مشتریا و محصولاتمونم گفته. حالا همه میفهمن که این مزخرفه. نظر بقیه اصلا مهم نیست. سال هممون یه بخش از اینیم. خب وقتی تمریناتو شروع کنم حقیقتا کافیه. گفتم کافیه. این موضوع دیگه خیلی تکرار شده و من دیگه تحملشو ندارم. پدرت فقط نگرانه عزیزم، چون داری یه کار متفاوت انجام میدی. بابا حق داره، اون باید بس کنه. اینم یه زندگیه. اما این واقعی نیست. من یه زندگی واقعی بهش پیشنهاد دادم و اون این دروغو انتخاب کرد. تو داره تسلیم میشه. حالا روانشناسم شدی آره؟ اصلا تو چرا اینجایی؟ چرا براز اینقدر تو یه مهمه؟ لعنتی داری خودکشی میکنی عوضی. برام مهم نیست که این مزخرفات فضایی رو داری میگی. میدونم داری چی کار میکنی. تو نمیخوای بدون تام ادامه بدی. ببین پای اونو وسط نکش. دارم راستشو میگم. مزخرفه. عزیزم من نفهمیده بودم. من نباید تو رو تشویقت میکردم پسرم. نه تو فقط میخواستم در امان باشی. فکر نمیکردم واقعا بری. مامان تحمل این که ندونم شما کجایید و ندارم. فکر نمیکردم واقعا بری. دیگه حرفی از مریخ و مأموریت و تمرین تو این خونه زده نمیشه. فهمیدین چی گفتم؟ دیگه بسه. تمومش کنین. تو میخوای جایی بری؟ خب چی الان؟ آره یه جایی هست که میخوام ببرمت اما باید با ماشینت بریم. تو هم باید بشینی پشت فرمون. چرا تو نمیتونی رانندگی کنی؟ نه رانندگی نمیکنه. باشه. Where are we going? You'll see. وای. I know you miss swimming, so. But don't get me wrong, I also hate swimming. I know. It ruined my life. Temporarily.
What are you doing? Going in! It's cold. Come on! What do you think Mars is like? Okay, that's different, all right? We'll have protection. All I hear is fear! Come on! Come on, come on, come on, come on! Come on! Come on, Alexander the Great! I used to love doing this as a kid. Just close your eyes and let the waves with you. تو تا حالا کورتیس رو ندیدی؟ نه اون توی یه ایالت دیگه زندگی میکنه. من این پشتم، از بغل بیاین. سلام، به قدم روی من خوش اومدین. شرمنده، نمیدونستم واسه امروز یه برنامه‌ای داری. ببخشید. بابا این که چیزی نیست، خیالت راحت. خیلی خوشحالم که دارم میبینمت پسر. این عالیه. بیا ببینم، بیا جلو. نگاش کن. آره خب این دیزی. سلام. واسه کدوم شرکت بیمه کار میکنی؟ میخوام بیمه خودم رو عوض کنم. ببینم کورتیس تو بچه داری؟ آره دارم. یکی، دو تا سوم همین اطراف. سلام، من تیپ هستم. سلام. بابت شلوغی شرمندم. آرش. همون فضا نورده ای. بله. فکر نمی کردم واقعی باشه. ماما بس بهتره من برم. این قضیه مریخ مناسب بچه ها نیست، میگه نه؟ بیا بریم به مرکز کنترل، جایی که شگفت زدت میکنه. Your wife is lovely. Yeah, Tiff's great. بشینین. بیاین اینجا بشینین. بفرمایین. بیا. خوشحالم که از نزدیک میبینمت پسر. به همچنین. متوجهی که من یکی از اون چند نفریم که تو تا آخر عمرت قراره اونو ببینی. خیلی عجیبه. دیوونگیه. از انتظار خسته شدم. منم همینطور. تمرین چه شروع میشه؟ من واسه رفتن حاضرم. آره خب منم همینطور. خانوادت با رفتنت از زمین مشکلی ندارن؟ نه، تیف مشکلی نداره. جدی؟ آره معلومه. اینکه شریک زندگیت نخواد رویاتو دنبال کنی چیز بدیه، مگه نه؟ درست میگم؟ آره خب، اما خیلی دلتنگت میشم. چی کار میشه کرد؟ فضا مهمه. بابا اون منو زد. فکر کنم که بابا اون تو چی کار میکنی؟ عزیزم میشه بیای کمکم کنی؟ میریم فضا. من توی شنا تقلب کردم. چی؟ واسه همین اومدم اینجا. به حد کافی خوب نبودم. 1 ثانیه از رکورد کمتر بودم. فقط 1 ثانیه. و
خب من تحت فشار زیادی بودم و واسه برنده شدن مکمل مصرف کردم و لو رفتم و اونام اخراجم کردن و حالا این منم که اینجا. خانوادم ازم شرمسارن، خودم هم شرمسارم. خب چرا الان اینو به هم میگی؟ چون نمیخوام هیچ چیز مشترکی با اون یارو داشته باشم. گوش کن، میدونم که کورتیس به نظر خیلی سالم نمیاد، اما راستش خیلی باهوشه. یه مقاله در مورد منظومه شمسی میره به نوشته که مریخ تا از زندگیش فرار کنه و تو هم اینو میدونی. تو فکر میکنی منم همین کارو میکنم، درسته؟ از خودت میپرسم. داری کجا میری؟ یه دقیقه وقت میخوام. دارم باهات حرف میزنم. خب بچون با هم حرف بزن. باشه. راجع به مأموریت تحقیق کردم و کلی اما و اگر توشه. یه ریسکه. تسلیم شدنه. وانمود میکنی دنیا جای خیلی بدیه. دنیا خیلی مزخرفه. پس عوضش کن. از من خوشت میاد ولی ازش خبر نداری و عجیب اینه که منم از تو خیلی خوشم میاد اما نمیتونم کاریش کنم چون با برنامه تو جور در نمیاد. خب من باید چی کار کنم ها؟ بیخیال مأموریت بشم تا با تو قرار بذاره؟ فقط میخوام فکر کنی چرا واقعا این کارو داری انجام میدی. اگه میخوای یه کاشف یا یه دانشمند باشی که خیلی عالیه، اما اگه نه چی؟ تو فقط یه زندگی داری الکس و اگه با انتظار حرومش کنی شانس دومی بهت نمیرسه. مسخره است که متقلب که توی یه شهر کوچیک قایم شده داره برام سخنرانی میکنه. من دارم میرم به مریخ دیزی و محض اطلاعات هنوز ندیدم تو یه تصمیم بزرگ بگیری. حداقل دارم سعیمو میکنم. خیلی خوب، باید نقدر بهشون ضربه بزنی تا خسته بشی، فهمیدی؟ خیلی احمقانه است. فرقی نمیکنه. باشه. میدونی برادرم قبلا این بازی مسخره رو انجام میداد. وای، چطور تونست به این راحتی ناپدید بشه؟ فکر کنم رفته دیدن دیزی. تا چطور تونست بره و منو مسئول این خانواده روانی بکنه؟ بازم دوباره میتونی کل شب همینجا بمونی. وای، وقتی آماده باشه میاد خونه. ازت ممنونم کورتیس. فقط ازت یه کار خواستم که انجام بدی، یه کار. فقط بذار بدونم که حالت خوبه. باشه؟ من مجبور نیستم. باشه؟ وظیفه من نیست که حال تو رو بهتر کنم مامان، میفهمی؟
حق با توی الیکس، کاملا حق با توی. این وظیفت نیست، مسخره است. داره هر کاری میخوای بکن. هر کاری دوست داری بکن عزیزم. بازم ناپدید شد. برو یه سیاره دیگه. برام کارت پستال بفرست، ولی یادت نره کاپشن ببری. شنیدم شبای مریخ سرده. از الکس مکالیستر به مرکز. متاسفم که روی زمین گیر افتادین. متاسفم که براتون کردم تا بمیریم. خیلی خیلی متاسفم. متاسفم که هیچ وقت هیچ چیزی جز افزایش جمعیت دما برام مهم نبود. این همه آتش سوزی و خوشسالی به نظرم اصلا جالب نمیاد. نابودی اکوسیستما هم خیلی شرم‌آوره. امیدوارم که به شما توی مهمونی وداع ببرا و خرسای قطبی خیلی خوش گذشته باشه. اما شما میخواین من بمونم؟ درسته؟ میخواین این سیاره داغون و غیر قابل سکونت رو انتخاب کنه؟ مطمئنم به ستاره ها نگاه میکنین و آرزو میکنین که کاش شما هم اینجا بودین، اما نیستین. دوباره میکاریشون؟ آره. تمام. هی جیف. جیف. هی بس عزیزم بس. میدونی خنده داره. هیچ وقت نفهمیده بودم پسرها وقتی عصبانی میشن چقدر شبیه همن. راستش یه چیزی احمقانه است. تام اون میدونست که ما دوستش داریم. معلومه که میدونست. اما چقدر؟ من آره به حد کافی بهش گفتم. گفتی میدونست عزیزم. طوری نیست. آروم باش. الکس اینجا نیست. دارم پاهاشو میبینم. الان میام بالا. اینجا قبلا ارتفاعش بیشتر بود. شرمنده که تو هم وارد این ماجرا شدی. میدونی تازگی یکم به توپ بیسبال ضربه زدم و حالا حس خوبی به همه چیز دارم. پس بهت لطف کردم.
نه دیگه پررو نشو. ببین میدونم که کنارت نبودم و فقط خب وقتی بهت نگاه میکنم یادت میافتم. بعد تصور میکنم که تو هم داری میمیری که باور کن میدونم واسه حل کردنش به مشاوره نیاز دارم، اما تصور کردن این درد قابل تحمله، دور بودن راحت تره و اینکه هر روز خدا کار کنم. فکر میکردم چون من مرگ تو رو تصور میکنم مشکل دارم. واقعا؟ بدجوری داغونیم. فکر کنم حق با تو باشه. خدای دلم تنگ شده براش. منم همینطور. حتی با اینکه از ما بیشتر دوستش داشتن. وای شگفتی مزرعه و ستاره بیسبال با درسته. یه ظاهره خیلی خوب، میدونی مثل ما ضعیف و استرسی نبود. نه وقتی یه داستان تعریف میکردم کلی جسته اضافه میگرفت. این کارا چی بود؟ اینطوری مریخ از اینجا معلومه؟ نه تا چند ماه دیگه پشت خورشیده. آره اما زهره رو میشه دید. تو واقعا دوست داری تو این دنیای بزرگ زندگی کنی؟ من ترجیح میدم فکر کنم فقط خودمونیم. هیچ وقت فقط ما نبودیم. فکر میکنی اونم اون بالاست؟ نه زیر زمینه. اینو یادته؟ فکر میکردم گمش کردیم. ملکه و فاتح. زود بیدار شدی؟ نتونستم بخوابم. میدونی راستش مرخصیم داره تموم میشه، اما نمیتونم برگردم. حالا که اینجام نمیتونم برگردم و وانمود کنم که برام مهمه. این گلای مسخره ظاهراً برام خیلی مهمن. اسم معمول لاتیروس اودراتوس چیه؟ گل نخود. و با ارزشترین گل شماری گل زرد. غلطه، گل سفید. در واقع گل زرد پارسال ارزشش بیشتر بود و در ضمن تحملش توی خشکی هم بیشتره. میدونم چی کار میکنم. باشه؟ باشه. اجازه پرتاب فضاپیما داده میشه. از طریق محفظه قفل هوا انجام میشه. باشه.
از زمین بسته دارین. اینا مال من و برادرم بودن، اما فکر کنم بیشتر به درد شما بخورن بچه. همون برادرت که مرده؟ آره شما اونو یادتونه؟ آره آدم خوبی بود. خب اون میخواست توی ناسا کار کنه. منم دلم میخواد. جدی؟ وای بلک. این خیلی با خیلی خفنه. خوراک خودمونه. پرتاب به زودی انجام میشه. 15 ثانیه تا پرتاب. آغاز تواری خودکار. کنترل هیدرولیک. 10 ثانیه. 9 8 7 6 5 آماده برای پرتاب. 3 2 1 پرتاب. سلام مامان، میدونی لباس من کجاست؟ اون خاکستری. آره توی کمد لباس خوبه. دارم میرم خوشویی. کسی میخواد لباسشو ببرم یا نه؟ ها؟ واسه چی داری میری؟ میخوام لباسمو تمیز کنم. همین. ممنونم. پرسیدم چرا. آها خب یه مصاحبه شغلی دارم. کجا؟ بهش میگن مرکز فضایی رود آیلند. یه سری منابع خیلی خوب دارن و خب منم تعجب کردم که از پروژه من خوششون اومده. پیشزار مریخ. هنوز اسمشو این نذاشتم، اما اونا زیر نظر ناسا هستن، واسه همین میدونین. و مشکلی برای کارت پیش نمیاد؟ راستش الان میخوام روی همین تمرکز کنه. حتما موفق میشی. این محشره. آره فکر خوبیه. از فکر من بهتره. این فقط یه مصاحبه است. خب بازم عالیه. وقتی دیزی پیشنهاد شده ازم عالی بود. نه یادم نمیاد. فراموش کردی بهت گفت بودجه میدن. تو هم گفتی نه ممنون، توی گلخونی خودم راحت ترم. نه همیشه ازش خوشم میومد. منم همین. من از هر کی که از بیشهزار مری خوشش بیاد خوشم. خیلی خوب فهمیدم. همتون از دیزی خوشتون میاد. الکس گوش کن، الان میخونه. این فرانک سیناترای روسیه است. فرانک سیناترای روسیه هم داریم؟ یا شاید فرانک سیناترا ولادیمیر کاستیواژیانسکی آمریکا است. اون یه شب یادم میاد یه چیزی توی آسمون بود، توجه منو خیلی جلب کرده بود چون خیلی زیبا بود. یه چیزی مثل نور توی هوا بود که همینطوری میدرخشید. یه جرقه جادویی مثل به هم خوردن قطعات ماشین بود. زمان روسی رومانتیک تر به نظر میاد. لعنتی. اینقدر بد نیست. نه فقط انگار راجب کرمای شبتاب داره میخونه. نه نمیخونه. اصلا کرم شبتاب توی روسیه نداری. لیز چیه؟ میدونی دیزی کجا کار میکنه؟ آره. خیلی خب میخوام سعی کنی که بیاریش اینجا. چی نظرتو عوض کرد؟ خب الیزابت اگه بخوای واسه تو هم میتونم بخونمش، ولی اون وقت بیشتر از قبل عاشق من میشی. یارو باش رومئو. چرا خودت نمیری؟ قبلش باید یه کاری انجام بده. من قراره چی بهش بگم ها؟ نمیدونم. یه چیزی بهش بگو دیگه. الکس اینجوری که نمیشه. لیز میرم. یه دقیقه وقت داری؟ این روزا وقت نهار خیلی کم شده. متاسفم. تو به من اعتماد کردی و من ازش علیهت استفاده کردم.
چیزی که گفتم قابل دفاع نیست. هیچ بهانه‌ای ندارم. واقعا خیلی متاسفم. جدی میگم. خیلی خوب. چرا روی خاک وایستادی؟ خب این زمین آفتاب گردونه. فقط دونه هاشو داریم و خب میدونی راستش همش که نه، اما یه ردیفش آفتاب گردونه. کلی زحمت داشت. خیلی خوبه. اما میتونی تو تموم شدن کارم صبر کنی. حق با توی، من اشتباه کردم. به خیال خوشم اومد. فضا واسه من امنه چون میتونم کنترلش کنم. با اینکه کاملا غیر قابل پیش بینیه و حتی ممکنه کاملا ناگهانی منفجر بشه، اما خب میدونی منظورم این نیست. این کاملا منظورم اینه که این وحشتناکه، خیلی زیاد. من ترسیدم. میدونی تو وحشتناکی. خوشحالم که این همه تأثیر گذارم. برادر من مرد. آره میدونم. اما هیچ وقت بهت نگفتم که ما داشتیم رانندگی میکردیم و هی گوز توی جاده میومد و ما چپ کردیم. یعنی من چپ کردم. اون واقعا حرف نداشت ایزی. چشماش به مادرم رفته بود و خب خیلی هم بامزه بود. آخرین کاری که کرد این بود که دستاشو واسه حفاظت از من باز کرد، حتی با اینکه میدونیم اصلا هم تأثیری نداشت. اما از اون موقع من خیلی میترسم که اون اتفاق واسه بقیه‌ای که دوستشون دارم هم بیفته. پس واسه همین میدونم که ماجراجویی واقعی واسه من همینه. نه این بخشش چرند بود، اما خب تو میفهمی که من چی میگم، نه؟ آره میدونم. اونجا چی داری؟ آفتاب گردون. حالا؟ نمیتونستم روز بکارم. راستش منم آفتاب گردون رو دوست دارم، اما سعی کن از بقیه گیاه ها دور نگهش داری باشه؟ بابا برو اون بر. برو. همیشه علفه. پس مریخ چی میشه؟ روی مریخ دیزی نیست. وای خدا، وای خدای من. اینو یهو از خودت در آوردی؟ نه راستشو بخوای تمرین کرده بودم و بهش فکر کرده بودم. خوشم اومد. جدی؟ آره. Sorry. Yes. این مریخه. این اولین کلونیه که روی مریخ قرار داره. مردم طی 210 روز به اینجا سفر میکنن و اینجا میشه خونه‌شون. اما من اینجا خواهم بود. اینجا خونه منه. اینجا میخوابم، غذا میخورم، کار میکنم. خیلی قشنگه. کشف میکنم، مریض میشم، خوب میشم. خب با این سرعتی که اینا دارن رفت نکنم که تا ماه دیگه پیر میشم و زندگی میکنم. This is where I live. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.
think it's time we found a way back home. You lose so many things you love as you grow. I miss the days when I was just a kid. My fear became my shadow, I swear it did. Wherever is your heart, I call home. Wherever is your heart, I call home. Though your feet may take you far from me, I know. Wherever is your heart, I call home. You made me feel like I was always falling down without a place to land. Somewhere in the distance, birds are calling. Oh, it hurts so bad to let go of your hand. Wherever is your heart, I call home. Wherever is your heart, I call home. Though your feet may take you far from me, I know. Wherever is your heart, I call home. Even when you're high, you can get low. Even with your friends you love, you're still alone. We always find the darkest place to go. God forgive our minds, we were born to roam. Wherever is your heart, I call home. Wherever is your heart, I call home. Though your feet may take you far from me, I know. Wherever is your heart, I call home. Oh God, forgive my mind. Oh God, forgive my mind when I come home. When I come home. Oh God, forgive my mind. There's a road that's long and wide and hollers home. I'm calling low. Oh God.